سلام دوستان عزیز، جناب الدین اشرف هستم و درس یکمی کورس به حسابگیری محاسبی را با شما آغاز میکنیم و میخواستم اول منتداری خود را بیان کنم به آن نفرانی که تا امروز بعد آن وبیناری که ما یک ماه پیش گذرانده بودیم تا امروز در گروه انتظار این درس بودند و فعال این لایحه ما را دستگیری کردند. و میخواهم باز یک نقطه مهم دیگر را قید کنم که این درس های ما یگان محدودیت برای اشتراک کنندگان ندارند. یعنی اشتراک کنندگان میتوانند نفرانی باشند که از صفر از نال این کسب را میآموزند، میتوانند مکتب خوانها باشند، میتوانند دانشجوها باشند یا میتوانند نفرانی باشند که الکی کار کرده ایستادند و ممکن که 15-20 سال تجربه کاری دارند. میخواهم کمی ما درباره آن صحبت کنیم که این کورس اساساً برای کی پیش بینی شده بود و کیها میتوانند اینچنین در این کورس ها اشتراک نموده یگان منفعتی برای خود گیرند. این کورس را اساساً ما برای کی تشکیل میکنیم؟ بسیار نفرانی هستند که به ما مینویسند که برای چی شما کورسایتان را در دوشنبه فقط تشکیل میکنید و در دیگر منطقه تاجیکستان نیستند؟ برای چی شما در خوجند یا در خاروق یا در کولاب خیلی کورس ها ندارید؟ و همزمان بودن نفرانی که نوابسته از آن که در دوشنبه نیستند از دیگر شهرها حتی از جمهوری بیرون از تاجیکستان بیرون و درس های ما با واسطه زوم پیوست شده در درس های ما اشتراک میکردند و با موفقیت امتحان ها را گذشتند و صاحب سرتیفیکاتی کیپ شدند. یعنی امکانیت هست که نوابسته از آن که شما در دوشنبه هستید یا نه، نوابسته از آن که شما در کدام ناحیه دوردست تاجیکستان هستید یا از تاجیکستان بیرون هستید، شما امکانیتی از کورس های ما استفاده کرده آموخته صاحب کسب شدن دارید. و همین امکانیت را ما میخواهیم به همه اون جوانانی که خواهش خواندن دارند و در ناحیه های دوردست تاجیکستان جایگیر شده‌اند یا اون نفرانی که خواهش خواندن دارند لیکن متاسفانه ضرورت زندگی آنها را به راه برد که آنها در مهاجرت کاری هستند و در آنجا نه امکانیت خواندن است نه امکانیت در یگان دانشگاه کسب آموختن است. ما با همین درس هایمان با واسطه یوتیوب با واسطه وبینارهایی که بعد این درس ها تشکیل میکنیم میخواهیم به همه این جوانان ناحیه های دوردست، به همه آن جوانانی که خواهش خواندن دارند لیکن در مهاجرت کاری هستند و از این قابلیت خود استفاده بردن نمیتوانند و هستند جوانانی که قابلیت خواندن دارند لیکن امکانیت نبود که در یک جا خشته در نزد یگان معلم کورس خوانند و کسب آموزند. ما میخواهیم به همه این جوانان این امکانیت را دهیم. اینچنین در برابر این اودیتوری اساسی که ما با آنها این کورس ها را تشکیل میکنیم میتوانند دانشجویان از این کورس های ما استفاده برند. در دانشگاه ممکن میخوانند لیکن متاسفانه نه همه استادان دانشگاه ها تجربه کاری کافی دارند که به دانشجو به سوالهایش پرتر جواب داده از عملیه در ما چی کار و چی گپ هست پرتر معلومات دهند. این معلومات را میتوانند از ما گیرند و اینچنین میتوانند محاسبانی که الکی ممکن که 5 سال 10 سال 20 سال باز کار کرده ایستادند از این کورس ها استفاده برده دانش خود را نو کنند. هر سال یگان نویگری میبراید، هر سال یگان گپ های نو میشود در قانونگذاری، یگان ترتیب اصول های نو پیدا میشوند که ممکن بعضی ها در این باره خبر ندارند و آهسته آهسته در دوام همین کورس ما محاسبانی که تجربه کاری دارند و کار کرده ایستاده اند نیز از این چیز منفعت گرفته میتوانند. و یک گروه دیگری هستند که ممکن که محاسب کار نمیکنند و صاحب بیزنسی خود هستند، صاحب کاران نیز در این کورس ها اشتراک نموده برای خودشان اون نقطه هایی که مهمه که اون لحظه های مهمه که در محاسبات در به حسابگیری در حسابات هست اون چیزها رو آموخته فهمند و بیزنسی خود را آسانتر اداره کردن توانند. برای آن نفرانی که با موفقیت تا آخر این کورس اشتراک میکنند و کورس را از خود میکنند ما در نتیجه به سوالهای تستی جواب دادن میبینیم این نفران موفق را و در دیگر کورس های ما آموزش را دوام داده تا گرفتن سرتیفیکات نهایی میرسند. ما برای این خیلی نفرها یک امکانیت دیگر پیشنهاد میکنیم در آخر. این امکانیت از آن عبارت است که بسیار وقت به ما مراجعت میکنند که به ما محاسب در کار است، به ما کارگر در کار است، به ما جوانان لیاقتمند در کارند که ما آنها را آسان
کادر کردن میتوانیم، از آنها کادر تیار کردن میتوانیم. تجربه شرط نیست که تجربه داشته باشید، به تجربه هم اگر لیاقت داشته باشید و این دانشی که ما با شما میدیم همین چیز را استفاده کردن توانید، صاحب جای کار شدن خیلی آسان است. حاضر از ما 4-5 کارخانه هستند که محاسب پرسیده ایستادند. اگر شما تیار باشید ما شما را میتوانیم پیشنهاد کنیم. ما یک پرسشنامه در گروه تلگرام فرستاده بودیم. ما برای چی این پرسشنامه را فرستادیم؟ برای آنکه دانیم که در کورس ما کی اشتراک میکنند. ما دانیم که اون نفرانی که ما برای آنها اساساً این کورس را تشکیل کرده ایم در این روی خط اشتراکشون هستند یا نیستند. برای همین احتمالیت بلند هست که بعد این درس ما باز نفرانی نو پیوست میشوند به گروه ما و این ثبت را تماشا میکنند. حتما در تاریخ چت همون تلگرام ما بینید همون سوالنامه یکمی که ما خواهش کردم که اشتراکچیان پر کرده جواب دهند. اونجا تقریبا 7-8 سوال است، بسیار نه. حتما به اون سوالنامه جواب دهید که ما بینیم کی اشتراک میکند و تا امروز کی اشتراک کرده ایستاده است. حالا ما یک بار همین را به شما نشان میدیم که تصورات پیدا شود که در کورس ما کی هست و کی نیست. یعنی از اون مهاجران مهنتی که ما میخواهیم که در این کورس اشتراک کنند حالا یگان نفر نیست. این سوالنامه که ما در گروه به همه فرستاده بودیم که پیش از آغاز نمودن این درس ها حتما به این سوالنامه جواب دهید. سوالنامه از چی عبارت است؟ این برای نفرانی که حالا در یوتیوب درس ما را تماشا میکنند لیکن حالا در گروه با ما پیوست نشدند. حتما در آمده یا هستند، حالا هم در گروه هستند نفرانی که در گروه هستند لیکن به سوالنامه جواب ندادند. حتما به این لینک گذاشته به سوالهای زیرین جواب گردانید برای آنکه ما دانیم که در کورس ما کی اشتراک میکند. نام و نسب، پشته الکترونی حتما نویسید. اگر پشته الکترونی نداشته باشید رقم تلفنی که در آن تلگرام هست. سن سال خود را نشان دهید که ما دانیم که جوانان چقدر هستند، تا 19 ساله تا 29 ساله از این کلام. معلومات خود را نشان دهید. عالی اگر یگان دانشگاه ختم کرده باشید، عالی ناپره یعنی اگر دانشجو باشید، میانه مخصوص اگر یگان کالج یا تکنیکوم تمام کرده باشید، میانه پره اگر بعدی مکتب میانه حالا خواندن را سر نکرده اید همچون دانشجو، میانه ناپره ممکن مکتب خوانها خواننده های صنف های 9 10 11 هم در کورس ما اشتراک کنند. در اودیتوریا در دوشنبه اشتراک میکنند. در این کورس من فکر میکنم که باید باز خواهشمندان باشند اشتراک کنند. اختصاص خود را نشان دهید. محاسب هستید، اقتصادچی، مالیه یا دیگر. از این کورس ها از کجا آگاه شدید؟ از تلگرام ما، از کانال تلگرام ما، از صفحه فیسبوک ما، از اینستاگرام، از یگان شناس و رفیق و دوست خود و با کدام مقصد اشتراک میکنید؟ ممکن که شما نفری هستید که از دیگر ساحه آمده این کسب رو از نال می‌آموزید یا الکی در همین ساحه کار میکنید و تکمیل اختصاص کردن میخواهید. آید این کورس چه پیشنهادها دارید؟ از روی نتیجه ای که تقریبا 79 نفر جواب داده اند، معلومات های تقریبی من خودم هم در اینجا جواب دادم یکم بار 78 نفر می شود. باقی مانده کی ها در کورس ما اشتراک دارند حالا ما درباره‌اش کمی معلومات می دهیم. تا 19 ساله تقریبا 11%، از 20 تا 29 ساله 41%، 41 از 8 و 11 از 4. همین دو گروه اشتراک کنندگان اینا جوانان تا 29 ساله می باشند که زیاده از نصفی 52-53% می شود. زیاده از نصف اشتراک کنندگان همین کورس ما جوانان می باشند که این خیلی خرسندی آور است که جوانان کوشش به خواندن دارند و در اینجا نفرانی هستند که از 40 ساله زیاد هم هستند، یعنی محاسبان تجربه دار در اینجا بسیار هستند که میخوان تکمیل اختصاص کنند. بسیار خوب، ما قبول داریم. از 30 تا 39 ساله 22%، 27%. معلومات زیاده از 68% اشتراک کنندگان کورس ما حاضر معلومات عالی دارند، یعنی
قسم زیادی اشتراک کنندگان این کورس نفرانی هستند که الکی معلومات دارند و یا تکمیل اختصاص میکنند یا دانشجو هستند نو تمام کردند و نو کار در عملیه کار آموخته ایستادند. اختصاص: محاسبان 35%، اقتصادچیان 24%، دانشجویان 20%. باقی مانده نگاه کنید در اینجا باز کدام اختصاص‌ها اشتراک دارند. آموزگار است، ورچ است، اداره‌کنی دولتی است. ما خیلی خرسندیم که کارگران مقاماتی دولتی هم در این کورس اشتراک میکنند. حقوقشناس، مهندس، منیجمنت، HR منیجر، زبانشناس، طلبه مکتب هست، فعالیت بانکی، کارمندان بانک هستند. و یک نقطه مهم را بینید در اینجا ما مهاجران کاری را نمیبینیم. ما این کورس را گفتیم که ما اساساً برای نفران میخواستیم تشکیل کنیم که در مهاجرت کاری هستند و میخواهند. مهاجران کاری یگان فایز نشان نمیدهد. بینید هر یک اختصاص رو ما اگر کورساری کامپیوتر رو اگر به بالایش بریم فایزش را نشان میدهد، لیکن در مهاجران کاری نیست. مقصد ما چی است؟ خواهش همین ویدیوی درس ما رو پهن کنید که تا به مهاجران کاری که به همه شرط نیست، به همون نفرانی که خواهش خواندن دارند همین را برده رسانیم. تصور کنید که اگر ما 1 میلیون نفر مهاجران کاری داشته باشیم، اقلا 1% نفرانی باشند که خواهش خواندن دارند و قابلیت خواندن دارند، این 10,000 نفر می شود. ما همون 10,000 نفر یافتنمان در کار که از همین درس ها استفاده برند و صاحب کسب شوند و دیگر هر کاره در مهاجرت کاری نباشند و بگذار در همون مهاجرت کاری باشند، لیکن یک کاری تازه کنند، یک کاری کنند که هم شرایطی بهتر داشته باشد و هم مزد بهتر داشته باشد برای آنها. از کجا آید این کورس ما آگاه شدید؟ 67% از کانال تلگرام ما. یعنی حالا ما فقط در همین دایره گروه تلگرام خودمان نفران را جمع کرده ایستادیم. 25% از دوست، همکار، اعضای عائله و دیگر شناسایشان. ما تشکر میگوییم به نفرانی که پهن کرده ایستادند و شناسای خود را به این کورس دعوت کرده ایستادند، لیکن باز از این زیادتر ما باید پهن کنیم که این چند صد نفری که ما در گروه تلگرام داریم امروز، این مقدار کم است. ما باید به مقدار کلانتر به چندین هزار نفر رسیم و چندین هزار نفر ما با واسطه مصلحت دوست و شناس و همکار اعضای عائله میتوانیم رسیدن. ممکن در اینجا محاسبانی باشند که فرزند خود رو میتوانند به همین کورس ها تشویق کنند و دعوت کنند که آموزد. ممکن نفرانی باشند که یگان کارگرهای کارخانه خود رو میتوانند به اینجا جلب کنند که در مورد آموزش گذارند. شما در کورس مذکور با کدام مقصد اشتراک میکنید؟ در اینجا 49% نشان دادند که میخواهند تکمیل اختصاص کنند و 49% دیگر تقریبا میخواهند که این کسب رو از صفر آموزند. یعنی در اینجا تقریبا برابر نفرانی هستند که هم تکمیل اختصاص میکنند و هم از صفر میخواهند آموزند. و چیزی از همه مهم نگاه کنید در اینجا چی پیشنهادها دارید آید این کورس. 45 نفر در اینجا پیشنهادهای معین کردند که برای بهتر شدن کورس چیکار باید کرد. درس ها با زبان دولتی شود بهتر. ما مقصدمان همین است که با زبان تاجیکی درس دهیم. برای نفرانی که مانع دارند برای درس آموختن، یعنی زبان نمیدانند، این مانع رو ما الکی برطرف کردیم. روزهای استراحت درس رو خوانیم. ما درس رو نقشه داریم هر روز جمعه یک درس نو من بعد. امروز دیگر روزی هفته است، لیکن من بعد درس ها هر هفته روز جمعه برای شما فرستاده می شوند. شما در کدام روزی هفته ای که خواهید آن را می توانید در آمده در یوتیوب تماشا کنید. و وبینار آیدی محاکمه درس گذشته و سوال های شما ممکن که هر روز چهارشنبه می شود. یک بار درس را سر کنیم بعد انیق می شود که چه دوام می دهیم. حاضرش نقشه ما همین هر درس نو از روز جمعه تا روز چهارشنبه شما تماشا میکنید. روز چهارشنبه وبینار زنده آیدی سوال های شما صحبت میکنیم و روز پنجشنبه درس نو رو ثبت کرده روز جمعه باز انتشار میکنیم.
پیشنهاد همین که کورس رفتی کار نزدیک باشد. البته قبل ما حرکت میکنیم که از رفتی کار مثال های بسیارتر آوریم بر شما. خوب میشد که درس های روزهای کار گذشتن، چون که مثل من ساکنان دهات امکانات در دهه استفاده به طور فاصله 20 کیلومتر دارند. از این سبب از سبب آنکه در عین حال معیار برق محدود و با کیلووات خیلی پست میدهند. نگاه کنید، درس ما در یوتیوب نشر کرده می شود و شما می توانید همون وقتی که در دهه‌های دوردست هم باشید، ساکنان ناحیه‌های دوردست هم باشید، وقتی که برق دادند شما در اونجا در یوتیوب درس تماشا میکنید و می توانید شب وقتی که برق هست یا سحر بر وقتی که برق هست در اونجا تماشا کنید. ما درس را فقط در وبینار زنده ممکن شما امکانیت اشتراک کردن نداشته باشید، برای آنکه وبینار را ما در یک وقت میگذرونیم که ممکن که در بعضی ناحیه‌ها برق نباشد. لیکن وبینار را هم ما ثبت میکنیم و ثبت وبینار را هم در یوتیوب میمونیم که شما وقتی افتاد در وقتی که برق دارید در آمده وبینار را تماشا کنید. اگر امکانیت باشد مهلت کورس را کوتاه‌تر میکردید. ما برای آن نفرانی که در ناحیه‌های دوردست هستند باید وقتی کافی دهیم که در آمده وقتی موافق افتاد در آمده درس را در یوتیوب تماشا کنید. برای همین یک هفته به فکرم یک درس این خیلی وریانت خوب است و با این گرافیک که در یک هفته یک درس میخونیم ما حداقل 4-5 ماه باید درس خوانیم. کورس را تستر آغاز کنید. میخواهیم که آموزش را با سر بدن تمام کنیم. خلاصه ما همه این پیشنهادهای شما رو به نظر میگیریم. محترم اشتراکچیان خیلی منت داریم و تشکر میکنیم که شما فعال هستید و پیشنهادها میکنید. من بعد تماشای درس ها کوشش کنید پیشنهادهایتان را در شرح دادن ویدیو در یوتیوب به اصطلاح کامنتاری میگویم که کامنتاری در همون کامنت در همون ویدیو یوتیوب نویسید. در پایان ویدیو ما همون کامنت های شما رو شرح دادن های شما رو به نظر گرفته درس های من بعد رو میتونیم تغییر لوا کنیم. درس ها بیشتر پرکتیکی باشن. قبل هر چی زودتر شروع شدن این درس ها. برای زودتر شروع شدن ما یکمش انتظار بودیم که 100 نفر فعال باشد. در اینجا بینید 79 نفر است و سبب دیگرش این بود که بعضی مانع‌های تکنیکی بودن که ما درس رو آغاز کنیم. انشاءالله که ما درس رو سر کردیم و بعدی سر کردن کوشش میکنیم که هر هفته یک درس ثبت درس ها تست شوند. درس های ما چه خیلی میگذارند. موافقی اون طلبات ها، اون پیشنهادهایی که شما در همون سوالنامه یکم در آخران سوال کرده بودید و ما اون رو حالا از نظر گذرانیدیم، ما این درس ها رو موافقی همون پیشنهادها و همون خواهش شما تشکیل میکنیم. یعنی در اونجا مثال سوالی بود که بسیارتر مثال از عملیه بیارید که ما شناس شویم که در عمل این چه خیلی میشود. یا در دانشگاه یا یگان کتابی نظریه به حسابگیری محاسبه را اگر گرفته خوانید، ممکن به کورس ما هم شما اون نظریه را از خود کردن میتوانید. ما درباره اون نظریه گپ زدن نمیخواهیم. ما درباره یگان مفهوم های علمیه که بسیار چقدر آموختن در کار است و فهمیدش برای بعضی نفران عادی عام فهم نیست، در این باره ما کوشش میکنیم که کمتر گپ زنیم، بسیارتر درباره عملیه گپ میزنیم که همین چیز اصولی به حسابگیری همه خیلی است و در عملیه چه خیلی استفاده برده می شود. و مثال ها از بسیار کارخانه های میبیاریم که در به حسابگیریشون چطور استفاده میکنند. امروز در شرایط اقتصادی بازرگانی محاسب در تشکیلات ها، در بسیار تشکیلات ها شخص دوم است. بعدی دیرکتور یا دیرکتور جنرالی محاسب شخص دوم است. در بعضی کارخانه هایی که خیلی کارخانه های کلان به حساب می روند، ما در تاجیکستان خیلی کارخانه ها داریم. کارخانه های خرد داریم، کارخانه های میانه داریم، کارخانه های کلان داریم. در کارخانه های خرد و میانه محاسب شخص دوم است بعدی دیرکتور.
در کارخانه‌های کلان میتواند فینانس و دیرکتور یا دیرکتور مالیوی یا فینانس و منیجر مالیوی باشد که بعضی فونکسی‌های اداره کنی را به خود میگیرد. و در آن کارخانه‌هایی که این دیرکتور مالیوی یا منیجر مالیوی نیست، این فونکسی‌ها به محاسب وابسته هستند. محاسب در اداره کنی هم اشتراک میکند. محاسب در تحلیل کردن و در قرار قبول کردن کارخانه در مسئله های مهم اشتراک میکند. این فقط یک اجرا کننده نیست که به فعالیت کارخانه تاثیر خود را رسانیدن نمیتواند. در اصل اگر محاسب سطح کسبیتش بلند باشد، دانش خوب داشته باشد، میتواند برای پیشروی کارخانه خیلی کمکی کلان رساند. اگر ما به تاریخ نظر افکنیم، اون سیستمی به حسابگیری که امروز ما در عملیه استفاده برده ایستاده‌ایم در قریب در تمام جهان، اساسگزارش لوکا پاچولی است، یکی از عالمان مشهور عصر میانه که از ایتالیا بود. و اگر باز تاریخ نفتر رو عصر گذشته مثل عصر 20 رو نظر افکنیم، یکمین میلیاردر امریکایی که جان راکفلر بود نامش، تاریخ فعالیت او رو یک بار خوانید از اینترنت و میبینید که او در اول فعالیت خود همچون محاسب فعالیت خود را آغاز کرده بود. کورس‌های محاسبی خوانده بود. بعد کورس محاسبی را از خود کردن یک مدت معین محاسب کار کرده بود و تمام عمر با خود یک دفترچه داشت که در آن همه درآمد و خراجات خود را قید میکرد. و بسیار محاسبانی که کورس محاسبی را از خود کردند در اداره کنی کارخانه‌های معین اشتراک کرده اند، به آسانی میتوانند کارخانه خود را گشایند، صاحب بیزنس خود باشند و کار خود را پیش برند. البته نه هر کس این خیلی مسئولیت گرفتن میخواهد. نفرانی هستند که با محاسب بودن دیگر یک عمر قناعت میکنند و محاسب شده کار میکنند و درآمد معتدل دارند. لیکن نفرانی هستند که امبیسی خیلی بلند دارند و میخواهند بیزنس خود را داشته باشند. بعد این کورس را از خود کردن، بعد همه این قانونگذاری و ترتیب و اصول ها را از خود کردن، گشادن بیزنس برای شما خیلی آسان‌تر می شود. برای اون نفرانی که من تخمین میکنم که در این کورس ما نفرانی ممکن اشتراک میکنند که از محاسبات کمتر دور هستند، ممکن که الکه بیزنسی خود را دارند. برای آنها کدام نقطه مهم است؟ شما 4 چیز را باید از خود کنید. شما باید اصولی به حسابگیری، چیزی که ما با شما در دایره همین کورس پیشنهاد میکنیم، از خود کنید. اصولی به حسابگیری چه ما باید به حساب گیریم، در بارش خیلی پرتر گپ میزنیم. شما باید قانونگذاری جمهوری تاجیکستان را یا قانونگذاری اون دولتی که در اونجا فعالیت میکنید، خب فرض کردیم قزاقستان باشد، خب روسیه باشد، خب دیگر دولت ها، قانونگذاری همون دولت رو باید از خود کنید. از جمله مخصوص قید کرده می شود قانونگذاری انداز رو باید از خود کنید، کودکس انداز، برای آنکه چی فعالیت بیزنسی که نباشد با اندازبندی سخت علاقه‌مندی دارد. و ساحه خود رو در اون ساحه‌ای که شما فعالیت میکنید، ممکن ساحه تندرستی است، ممکن ساحه سودا است، ممکن ساحه استحصال یگان محصولات است، ساحه خود را از خود کنید. با دانستن همین 4 چیز شما با آسانی میتونید این درس ما رو که برای شما پیشنهاد کرده ایستاده‌ایم با آسانی در کار خود استفاده برید، کارتون رو پیش برید. از این 4 نقطه‌ای که ما قید کرده ایم، 3 تایش رو در دایره کورس ما شما الکه قسما می آموزید: به حسابگیری، قانونگذاری و قسما قانونگذاری انداز. میگذاریم به قسم موضوع یکم که به حسابگیری محاسبی چیست و چرا می آموزد و با یک مثال عادی من حاضر به شما مفهوم همین فن را و در دوام این کورس ما چرا می آموزیم در بارش صحبت میکنیم. به حسابگیری محاسبی این یک نظام اطلاعاتی است که ما با زبان ساده تر میخوام و مفهوم‌تر به شما فهمونم. در کتاب‌های نظریوی ممکن که شما نظریه
باز نظریه به حسابگیری محاسبی را خوانده یگان مفهوم پرترش را از آنجا خوانید. لیکن کوتاه‌تر و آسان‌تر کرده گویم به حسابگیری محاسبی این یک نظام اطلاعات است. یک نظام ثبت کنی اطلاعات و در اساس این اطلاعات جمع شده حسابات پیشنهاد نمودن. یک مثال عادی می‌بیارم برای پرتر فهمو شدن. فرض کردیم شما یک صاحب کاری هستید و صاحب کاری خود را خودتان پیش میبرید. یک مغازه میگشایید. فرض کردیم مغازه. شما باید به حسابگیری برید که در این مغازه شما چقدر درآمد میگیرید، چقدر خراجات میکنید و به حساب کتاب، به حسابات نمودن، به فایده و ضرر رو معین نمودن شما این کار رو درست براه ماندن نمیتوانید. شما باید دانید که چقدر فایده میگیرید. اگر فایده نباشد ممکن که این کار رو بس کردن در کار است. فرض کردیم کدام خراجات ها را شما دارید در وقتی که همین فعالیت رو پیش میبرید. فرض کردیم شما مال میخرید. مال ها رو میخرید، مال های نیاز مردم از نقطه های فروش یک لخت و چکنه برای مردم میفروشید. شما فرض کردیم برای مال خریدن در یک ماه 10,000 سومانی خراجات کردید. شما چی خراجات ها دارید باز به غیر از خریدن یگان نمود مالی نیاز مردم؟ فرض کردیم برای اجاره مبلغ میسپارید 1000 سومانی. این همه نشان دهنده های شرطی هست. فرض کردیم انداز میسپارید هر ماه 500 سومانی. شما یگان پتنت دارید یا یگان شهادتنامه دارید که در قید مقامات انداز هستید و در اساس آن حجت انداز میسپارید. شما خراجات برق دارید برای همون بینایی که استفاده میبرید. شما خراجات آب دارید. شما خراجات کمونالی نویسیم. خراجات کمونالی دارید. این پرتو، تازگی و غیر. فرض کردیم در اینجا هم مبلغ‌های معین میتوانند قید کرده شوند و غیرها. با این خراجات ها که همگی چند سومانی را تشکیل میکنند 11,720 سومانی. شما ممکن باز خراجات های دیگر هم باشد. پرتر در این مورد باز وقتی که کار رو سر کردید یا یگان کار رو پیش بردید میفهمید. حاضر برای مثال کفایه است. با این خراجات ها شما چی درآمد گرفتن میتوانید؟ می نویسیم خراجات ها، درآمد ها. فرض کردیم با این خراجات ها شما در یک ماه به بالای همین خراجاتی که کرده یک فایده معین خود را میمونید و به مردم مال های نیاز مردم را میفروشید و درآمدتان فرض کردیم 15,000 سومانی. خراجات ها طرح درآمد ها می شود فایده. انا 15,000 که درآمد گرفته طرح همگی خراجات می شود 3,280 سومانی فایده شما. هر ماه فرض کردیم همین قدر خراجات میکنید، این قدر درآمد میگیرید، این قدر فایده. وقتی که شما یک مغازه دارید و درآمد شما و خراجات شما رو خودتون اداره میکنید، در اینجا محاسب در کار هم نیست. شما خودتون میتونید این به حسابگیری رو به پیش برید. فرض کنید که شما میخواهید همین کار خود رو کلانتر کنید. مغازه دوم کشید، مغازه سوم کشید، مغازه پنجم و دهم کشید در یک شهر کلان. با این گردش پولی که در دست شما میشود در یک ماه 15,000 و 10 مغازه در یک سال این الکی چند میلیون سومانی درآمد میشود. در این حالت شما خودتان تنها کار کردن نمیتوانید. شما باید کارگر گیرید که در هر یک مغازه یک کارگر باشد. شما باید یک ماشین گیرید که مالهای شما را از این مغازه به آن مغازه برد، از نقطه فروش یک لخت به نقطه شکنه برد. خلاصه در اینجا همین قدر این خراجات ها و درآمد ها زیاد میشوند که باید یک نظامی به حسابگیری کنید. یک سیستمی اداره کنی اطلاعات باید باشد. سیستم اداره کنی
همه درآمدها و خراجاتها باشد که فایده یا ضرر خود را شما درست حساب کردن توانید. حسابگری محاسبی انا همین چیز را در نظر دارد. نظام اطلاعات. وقتی که این اطلاعات با درجه زیاد می شود که یک آدم آن را اداره کردن نمی تواند و باید یک نظام معین باشد که آن را اداره کردن توانیم و این نظام اطلاعات برای ما حسابات مالیوی ترتیب می دهد. حسابات مالیوی این به استفاده برندگان پیشنهاد نمودن اطلاعات عاید حالت مالیوی، عاید نتیجه های مالیوی، عاید تغییریابی در حالت مالیوی تشکیلات که استفاده برندگان قرارهای مهم اقتصادی قبول نمایند. استفاده برندگان کیها هستند؟ استفاده برندگان اینها نفرانی می باشند که معلومات حسابات های ما را می خوانند و برای خود یگان قرار معین قبول می کنند. استفاده برندگان می شوند استفاده برندگان بیرونه و استفاده برندگان داخلی. استفاده برندگان بیرونه این شخصانی می باشند که یا تشکیلات های می باشند که به تشکیلات ما به واسطه علاقمندی ندارند و برای گرفتن اطلاعات از حسابات های ما یگان منفعت اقتصادی خود را دارند. مثال مقامات های انداز، بانک ها، اینوسترها، پدرچیان، فرمایشگران، میزاجان، مقامات آمار، دیگر مقامات دولتی، اودیت بیرونه، اکسیونرها، سهمداران و غیرها. یعنی همه این شخصان میتوانند شخص حقوقی باشند، میتوانند شخص واقعی باشند، به واسطه یا با واسطه یگان منفعت اقتصادی دارند که حسابات های ما را تحلیل میکنند و یگان قرار اقتصادی قبول میکنند. و استفاده برندگان داخلی که وارد میشود این شخصانی که به واسطه به تشکیلات ما علاقمندی دارند و در آن فعالیت میکنند. مؤسسان کارخانه ما، راهبری تشکیلات، منیجرها، اودیت داخله، شعبه محاسبات در کارخانه های کلان یک چند شعبه محاسبات است و آنها برای یکدیگر میتوانند استفاده برندگان حسابات مالیوی معلومات بوغالتری به حساب روند. کارمندان کارخانه، اتفاق کسبه، پروفسیوز و غیرها. یعنی این شخصانی باشند که در داخل تشکیلات ما فعالیت میبرند. یک قسم فعالیت تشکیلات ما به حساب میروند و برای گرفتن یگان معلومات هوسمند هستند. و برمیگردیم به مفهوم حسابات مالیوی. مقصد حسابات مالیوی، مقصد از ترتیب دادن حسابات مالیوی چی است؟ مقصد حسابات مالیوی همون است که استفاده برندگان اطلاعات معین را با واسطه حسابات مالیوی از ما قبول نموده، تحلیل نموده، یگان قرار مهم اقتصادی قبول نمایند. حسابات مالیوی از چی عبارت است؟ کدام نمود حسابات های مالیوی وجود دارند؟ حسابات های محاسبی میتوانیم گوییم. وقتی که ما این فن را شکرتر آموختیم، بعد این فن به دو گروه جدا می شود: حسابات های مالیوی و حسابات های اداره کنی. فینانس و اچاتنس و پرابلینسکی اچاتنس میگویند. برای استفاده برندگان بیرونه ما به حسابگری مالیوی میبریم. برای استفاده برندگان داخلی ما به حسابگری اداره کنی میبریم. فینانس و اچات میگویند و اپراولینسکی اچات به زبان روسی. حسابات های مالیوی که برای استفاده برندگان بیرونه پیشنهاد میشوند، ما در دایره کورسی که با شما میخوانیم اساساً درباره همین حسابات ها میزنیم. عبارتند از کدام حسابات ها؟ حسابات عاید حالت مالیوی، حسابات عاید نتیجه های مالیوی، حسابات عاید تغییریابی سرمایه خودی و حسابات عاید گردش واسطه های پولی. همین 4 حسابات اساسی هست که حسابات مالیوی به حساب می روند و به حسابگیری مالیوی از همین 4 حسابات اساسی عبارت است. هر یک حسابات یک معلومات معین را برای استفاده برندگان پیشنهاد می کند. بیایید پررتر در این موضوع گپ میزنیم حاضر و من بر شما معلومات هر یک حسابات را علاهیده میفهمونم که از چی عبارت است.
برمیگردیم به فایل اکسلمون. نگاه کنید. به حسابگیری محاسبی یک حسابات اساسی دارد که همه آن را میدونند. بالانس محاسبی میگویم، بوگالترسکی بالانس. بالانس محاسبی یا توازن میگویند، یا شکل پره اش موافق دستورالعمل های تصدیق شده حسابات عاید حالت مالیوی است. حالت مالیوی گفته چرا میگویند؟ حاضر ما درباره‌اش پراتر با شما گپ میزنیم. حسابات عاید حالت مالیوی یا بالانس محاسبی. بالانس یا حسابات عاید حالت مالیوی از دو قسم عبارت است، از قسم اکتیو و قسم پسیو. طرف اکتیوی بالانس میگوییم، طرف پسیوی بالانس میگوییم. حسابات عاید حالت مالیوی. این حسابات در قسم اکتیو خود یا دارایی میگوییم، دارایی ها رو نشان میدهد. دارایی هایی که کارخانه دارد یا ذخیره های اقتصادی میگویند، اکونومیک ریسورسی. دارایی هایی که در کارخانه وجود دارند چی بودن میتواند؟ این واسطه های پولی، این واسطه های اساسی، این سرمایه گذاری ها، این میتواند قرضداری دیبیتاری باشد، یعنی از ما قرض دارند و غیره. در اینجا میتوانیم ده ها مثال ها بیاریم. عموما فکر میکنم که فهمار شد گپ درباره چی میرود. این همه اش دارایی است، یعنی ذخیره های اقتصادی که در اختیار کارخانه هستند. کارخانه صاحب ملکی همین ملکیت است. قسم پسیو چرا نشان میدهد؟ قسم پسیو کارخانه نشان میدهد معلومات عاید عهده‌داری ها و معلومات عاید سرمایه خودی. اگر ساده‌تر کرده گوییم، وقتی که شما بالانس یگان کارخانه رو میکشوید، شما باید چه خیل این حسابات را تحلیل کنید، چه خیل به این حسابات شما باید نظر کنید که درست فهمید. شما اول طرف اکتیوی حسابات رو کشوده بینید که این کارخانه صاحب ملکی کدام مالکیت است، چی دارد، کدام ذخیره ها را دارد، کدام دارایی ها را دارد. و وقتی که قسم پسیو را نگاه میکنید، در اینجا شما سرچشمه ای تشکل یابی این دارایی ها رو میبینید. یعنی همین دارایی ها قسما به واسطه قرض آمدند از یگانجا، یا قسما سرمایه خودی همین کارخانه حساب میشوند. سرمایه خودی میتواند سرمایه آیین ناموی باشد. باز ما درباره‌اش پراتر گپ میزنم که این چی معنی دارد. میتواند فایده تقسیم نشده باشد و میتواند سرمایه علاوگی باشد. سرمایه آیناموی یعنی چی؟ ما میتوانیم برای سر کردن فعالیت یک کارخانه، وقتی که کارخانه را از صفر از نول میکشویم، یک مبلغ معین در کار است که اول کارخانه با مبلغ تامین باشد، برای مزد مهنت کارگران را دادن، برای یگان خراجات خود را کردن، یک مبلغ معین در کار است. لیکن وقتی که ما کارخانه را میکشویم، او روز یکم درآمد گرفتن و خود را تامین کردن نمیتواند. برای همین مؤسس کارخانه، کسی که کارخانه را میکشوید، یک مبلغ معین را مبلغ گذاری میکند که تا کارخانه به درآمدهای معتدل رسیدن، از حساب همین مبلغ ها کارخانه خودش را تامین کند. همین مبلغ را سرمایه آیناموی یعنی استوانی کپیتال مینامند. فرض کرده ما 5000 سامانی مبلغ گذاری نمودیم که کارخانه ما خراجات های معین خود را صادر کند که به یک درآمدی معین تا به یک درآمد معین رسیدن شد. فایده تقسیم نشده این فایده می باشد که ما در دوام فعالیت خود به دست می آوریم. یک سال، دو سال، سه سال کار میکنیم و فایده ای که
میگیریم هر سال و هر ماه در همین حساب جمع شدن میگیریم. فرض کردیم ما 10,000 سومانی فایده گرفتیم. سرمایه علاوه وقتی که ما از نرخ‌گذاری میگذرونیم، فرض کردیم ما یک ماشین خریدیم، امسال 10,000 سومانی ارزش داشت، بعد یک سال دو سال ارزش او میتونه در بازار زیاد شود. یعنی ما او را 10,000 خریدیم، لیکن او بعد یک سال یا دو سال 12,000 سومانی ارزش دارد در بازار. ما اگر از نرخ‌گذاری گذرانیم، فرقیت نرخ بازاری و اون 10,000 که ما خریده بودیم در اینجا 2,000 انعکاس میگردد. لیکن در این باره حاضر میتوانید فکر نکنید. از نرخ‌گذاری این یک موضوع مشکل تری هست که ما اون رو در دایره کورس های آینده میتوانیم گذاریم و پرتر آموزیم. حاضر برای من مهم است که شما فرمت همین حسابات را تصور کردن توانید و فهمید که از چی عبارت است. فرض کردیم ما دارایی داریم، واسطه های پولی 2,000 سومانی، واسطه اساسی 15,000 سومانی، سرمایه گذاری داریم 3,000 سومانی، قرضداری از ما قرض دارند 1,500 سومانی و همگی دارایی های ما میشوند. فرض کردیم 21,500. در اینجا ما میتوانیم قید کنیم که 15,000ش این سرمایه ما است. از این 21,500 سومانی که ما دارایی داریم، 15,000ش این سرمایه خودی ما است. 5,000 سرمایه آینامویه که وقتی کشادنی کارخانه ما مبلغ گذاری کرده بودیم و 10,000 فایده که گرفته بودیم. در اینجا فرقیت بین اکتیو ها و پاسیو ها وجود دارد که این فرقیت باید وجود نداشته باشد. یعنی 21,500 طرح 15,000 6,500 فرقیت وجود دارد که میتونیم در اینجا 6,500 عهده‌داری مانیم که یعنی همین دارایی ها قسما از حساب قرضداری ما است. ما از یگان جا ممکن واسطه اساسی قرض گرفته بودیم یا از یگان جا ممکن که واسطه پولی قرض گرفته بودیم. در این حسابات ما چی را میبینیم؟ کارخانه کدام دارایی ها را دارد و آنها از کجا تشکل یافتند، سرچشمه تشکل یابی آنها. این حسابات عاید حالتی مالیوی یا بالانس محاسبی برای ما چی نشان میدهد؟ حسابات عاید نتیجه های مالیوی. حسابات عاید نتیجه های مالیوی حسابات عاید نتیجه های مالیوی این حسابات برای ما معلومات عاید درآمدهای ما و خراجات های ما میدهد. درآمدهای کارخانه طرح خراجات های کارخانه میشود یا فایده یا ضرر. اگر کارخانه فرض کردیم 25,000 سومانی درآمد گرفت و 22,000 سومانی خراجات کرد، فایده میشود 3,000. یا کارخانه 25,000 سومانی درآمد گرفت، 27,000 سومانی خراجات کرد، میگیرد 2,000 سومانی ضرر. این حسابات برای ما نتیجه فعالیت مالیوی ما رو نشان میدهد. نتیجه فعالیت مالیوی میشود یا فایده یا ضرر. حسابات عاید تغییریابی سرمایه خودی این یک حسابات مفصلتر درباره همین قسم حسابات عاید حالت مالیوی است. همین قسمی که ما سرمایه خودی آن را نامگذاری کردیم، سرمایه آیناموی است، فایده تقسیم نشده است، سرمایه علاوه عبارت است. این حسابات عاید تغییریابی سرمایه خودی همین قسم بالانس محاسبی را پررتر و مفصلتر نشان میدهد که کدام ماده های سرمایه خودی در نتیجه کدام عملیات ها تغییر یافتند. و حسابات چهارم حسابات عاید گردش واسطه پولی. در اینجا کوتاه نوشته ایم که مبلغ های پولی، بقیه مبلغ های پولی در اول دوره حساباتی، وارد شوی مبلغ های پولی، خارج شوی آنها و بقیه واسطه پولی در آخر دوره حساباتی نشان داده می شوند. ما در دایره کورسی که با شما تشکیل کرده ایم اساساً درباره دو حسابات عاید حالت مالیوی و نتیجه های مالیوی گپ میزنیم و چطور
آنها رو ترتیب دادن صحبت میکنیم. حسابات آید تغییرابی سرمایه خودی و گردش واسطه پولی، اینها حسابات های نسبتاً مشکل تر به حساب می روند و در کورس های آینده در سطح های بلندتر آموخته می شوند. غیر از این 4 حسابات اساسی که ما درباره‌شان گپ زدیم و مثال ها آوردیم، این چنین به این روی خط می تواند سیاست به حسابگیری کارخانه، учетная политика میگویند، و ضمیمه های حساباتی مالیوی وارد شوند. سیاست به حسابگیری چیست؟ چرا در بر میگیرد؟ ضمیمه ها چه خیل شدن میتوانند؟ این مسئله ها را ما پرتر درباره‌شان در درس های آینده گپ میزنیم و در درس های آینده ما این حسابات ها را، یعنی 2 حساباتی که اساسا درباره‌شان ما درس میگذاریم، پرتر با شما قسم هر یک ماده های آنها را در هر یک موضوع های علاهیده ما درباره‌شان گپ میزنیم و پرتر درس ها میگذاریم. آیدی این موضوع یکمی که ما درباره‌اش صحبت کرده ایستاده ایم، ما یک سوال تستی، یک سوالنامه تستی ترتیب داده به شما میفرستیم. بعد تماشا کردن این درس حتما به همون لینک، به همون سوالنامه گذاشته سوال های آن جواب دهید. در آنجا ما ممکن که بعضی شکل های کوتاه شده این حسابات ها رو استفاده میبریم. فکر میکنم در اینجا میتوانیم به موضوع یکی ما حالا تمام نشده است، ما آن را دوام میدهیم. برای درس یکممون میتوانیم در اینجا خاتمه بخشیم. این درسی چی میگویند تجربوی بود که با زبان روسی پروبنی میگویند که پروبنی اوراک. ما یک درسی تجربوی گذراندیم که یک بار شما درس رو تماشا کنید و فکر خود را اظهار کنید که ما در همین شکل دوام دهیم برای همه فهمه هست یا نه. وقتی که شما در یوتیوب این درس رو تماشا میکنید، حتما در کامنتاریا ها در پایان فکر خود را نویسید و پیشنهادهای خود را نویسید که ما چی چیزها به همین درس ها علاوه کنیم برای شما بهتر می شود و فهمیدنش آسان تر می شود. حتما شرح دهید. ما با نظر داشتی کامنتاریا های شما، پیشنهادهای شما، درس های من بعد را می توانیم بهتر و بهتر کنیم. اینک شما معلومات اساسی درباره چی دارید حاضر؟ به حسابگیری محاسبی چیست و چرا می‌آموزد؟ درباره چی ما در دوام این کورس صحبت میکنیم. شما الکی درباره 2 گروه استفاده برندگان معلومات به حسابگیری محاسبی تصورات دارید که کیها هستند و شما این چنین 4 حسابات اساسی که با واسطه آنها به حسابگیری محاسبی به استفاده برندگان معلومات پیشنهاد میکند و چی معلومات را در بر میگیرد الکی تصورات دارید. بعد این درس ما یک سوالنامه به شما میفرستیم که درباره آن موضوع ها، نقطه هایی که ما صحبت کردیم، یک سوالنامه کوتاه می شود. با آن سوالنامه جواب میگردانید و انتظار درس دوم می شوید. امیدواریم که شما از این درس یک معلومات منفعت آور برای خود گرفتید و تا درس آینده فعال باشید. به سوالنامه‌ای که میفرستیم جواب گردانید. تا دیدار در درس آینده.